درود من به رضا شاه کبیر، سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جزو ایران نیندیشید. برای ایران زیست و برای ایران مرد. امروز در 2535مین نوروز شاهنشاهی ایران و در 50مین نوروز شاهنشاهی پهلوی، در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران، پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان بر آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی شناسیم. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود، زیرا اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می شود و همواره نیز چنین خواهد بود. ایران امروز ایران سازندگی، ایران ایمان و اعتماد و امید، ایران معنویت و بشردوستی است و این نقشی است که ما نه تنها در کشور خویش بلکه در صحنه جهانی نیز ایفا می‌کنیم. ما نیک می‌دانیم و همه جهانیان نیز می‌دانند که ایران امروز کشوری نیرومند با قدرت روزافزون سیاسی و اقتصادی و نظامی و برخوردار از حیثیت بی‌سابقه جهانی است، ولی ما اعلام کرده ایم که این نیرو جز در راه خیر و صلاح جامعه بشری به کار نخواهد رفت. ما برای همه ملل جهان خواستار صلح و ترقی، خواستار رفاه و نیکبختی هستیم و صدای ما در هر مورد صدای حق و عدالت است. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس یار همه ما باد.